سلام به عزیزای دلم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. به سایه سرا خوش اومدین. من مرجان هستم، راوی وحشت در آمیتیویل. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه و خوشتون بیاد. بریم ما هم دیگه بقیه قسمت داستان وحشت در آمیتیویل رو با هم دیگه بخونیم. بیمارستان مرکزی برانسویک در برادوی آمیتیویل حدود 1 مایل با خانه آنها فاصله داشت. به دلیل گردبادهایی که کرانه جنوبی رودخانه را در می‌نوردید 15 دقیقه طول کشید تا جورج به بیمارستان برسد. پرستاری که در بیمارستان کشیک بود از دیدن انگشتان دنی که از ناخن تا بند دوم باد کرده بود شگفت زده شد، ولی با اینکه به نظر می‌رسید صدمه ترمیم ناپذیری دیده باشد، اثری از شکستگی در آنها نبود، نه استخوان‌ها نه غضروف. بنابراین فقط آنها را پانسمان کرد و کمی آسپرین بچه برای دنی تجویز کرد و توصیه کرد به منزل برگردند، زیرا کار دیگری از دست او بر نمی‌آمد. پسر حالا بیشتر از ظاهر دستهایش وحشت زده بود تا از درد آنها در راه برگشت به خانه دستش را محکم به سینه‌اش چسبانده بود و ناله می‌کرد و اشک می‌ریخت. برگشتن به خانه 112 خیابان اوشن این دفعه هم نزدیک به 20 دقیقه طول کشید. هنگام ورود به خانه طوفان چنان در خانه را به طرف دیوار هل می‌داد که جورج به سختی توانست آن را پشت سرش ببندد. کتی کریسمسی را در رخت خواب خوابانده بود. خودش در اتاق نشیمن منتظر نشسته بود. پسر بزرگش را در آغوش گرفت و فشرد. دنی از درد و ترس آنقدر گریه کرد تا خوابش برد. جورج دنی را هم به اتاق خواب برد و فقط کفش‌هایش را درآورد و او را زیر پتو کنار کریس و میسی گذاشت. بعد هم با کتی روی صندلی نشست و هر دو مشغول تماشای بارانی شدند که دیوانه‌وار خودش را به پنجره می‌کوبید. بقیه شب را کم و بیش چرت می‌زدند. مجبور بودند در خانه بمانند. در این اوضاع امکان نداشت بتوانند برای خوابیدن به خانه این مادر کتی یا هر جای دیگر بروند، ولی هر دو گوش به زنگ خطراتی بودند که ممکن بود متوجه بچه‌ها یا خودشان باشند. نزدیک صبح هر دو خوابشان برد. ساعت 6:30 جورج بر اثر ضربات باران روی صورتش از خواب پرید. دید همه پنجره‌های اتاق بازند و چارچوب بعضی از آنها هم از جا درآمده است. بعد متوجه شد صدای باد و باران از قسمت‌های دیگر خانه هم به گوش می‌رسد و با عجله از اتاق خواب بیرون رفت. به هر کدام از اتاقها که سر زد وضعیت همانطور بود. شیشه پنجره شکسته بود و درهای طبقه دوم سوم با وجود اینکه قفل و پیچ شده بودند در هم پیچیده و باز بودند. ظاهراً همه اعضای خانواده در حین اتفاقی بسیار پر سر و صدا خواب مانده بودند. 11 ژانویه 25 روز بود که خانواده لوتس به خانه 112 خیابان اوشن آمده بودند. آن یک شنبه بدترین این روزها بود. صبح هنگام متوجه شدم باران و باد شب گذشته خانه را به یک آشفته بازار کامل تبدیل کرده است. آب باران دیوارها، پرده‌ها، اساسیه و فرش‌های همه طبقات را لک کرده بود. شیشه 10 تا از پنجره‌ها خرد شده بود. قفل خیلی از آنها تابیده و از فرم عادی خارج شده بود. پس امکان نداشت آنها را محکم ببندند. قفل در اتاق خیاطی و اتاق بازی داغان شده بود. از داخل چارچوب فلزی بیرون زده بود و این درها را اصلاً نمیشد بست. اگر آنها به فکر ترک خانه و رفتن به محلی امن‌تر هم بودند، این کار باید آنقدر به تعویق میافتاد تا آنها بتوانند خانه را دوباره سر و سامان بدن و چفت و بست آنها را اصلاح کنند. در آشپزخانه بعضی از کابینت‌ها نم کشیده تاب برداشته بودند. رنگ گوشه‌های همه کابینت‌ها هم ور آمده بود، ولی کتی فعلا زیاد به این مشکلات فکر
نمی‌کرد. او با دستش حدود 1 اینچ گل را که روی کف موزاییکی آشپزخانه جمع شده بود تمیز می‌کرد. خدا می‌کرد پیش از شل شدن موزاییک‌ها کف آشپزخانه را خشک کنند. دنی و کریس هم هر کدام یک توپ بزرگ دستمال کاغذی برداشته بودند و از یک اتاق به اتاق دیگر می‌رفتند و دیوارها را پاک می‌کردند. وقتی هم که قدشان به قسمت‌های بالا نمی‌رسید از نردبان کوچک آشپزخانه استفاده می‌کردند. میسی هم پشت سر پسرها می‌رفت و دستمال‌های کثیفی را که آنها می‌انداختند برمی‌داشت داخل یک کیسه زباله بزرگ می‌گذاشت. جورج همه پرده‌ها را باز کرد و پایین آورد. آنهایی را که میشد با ماشین لباسشویی بشویند به زیر زمین می‌برد و آنهایی را که باید به خشکشویی می‌رفتند در اتاق ناهارخوری که خشک‌ترین قسمت خانه بود روی هم می‌گذاشت. خانواده لوتس صبح و بعد از ظهر را در سکوتی عجیب کار می‌کردند. فاجعه اخیر باعث شده بود که همه مصمم شوند در خانه 112 خیابان اوشن دوام بیاورند. هیچ کس چیزی به زبان نمی آورد ولی هر 5 عضو خانواده لوتس آماده نبرد با هر نیرویی بودند، خواه طبیعی خواه غیر طبیعی. حتی هری هم سرسخت‌تر به نظر می رسید. سگ سورتمه‌کش در حالی که دمش را افراشته بود و دندانهایش را نشان میداد در محوطه‌ای که برایش مشخص شده بود کشیک میداد و در آن گل و لای این طرف و آن طرف میرفت. خرناس‌ها و سرصدایش که از عمق سینه خارج میشد حاکی از آن بود که آماده است هر غریبه‌ای را تیکه پاره کند. هر از چندی هری از حرکت می‌ایستاد، نگاهی به پارکینگ قایق می‌کرد و مانند یک گرگ چنان زوزه می‌کشید که لرزه بر اندام تمام ساکنان خیابان اوشن می‌انداخت. وقتی کار جورج با پرده‌های لک شده تمام شد، رفت سراغ پنجره‌ها. اول چند تکه نایلون برید تا با نوار چسب به جای شیشه‌ها به پنجره بچسباند. این وضعیت نه از داخل و نه از بیرون خانه نمای جالبی نداشت ولی میتونست از ورود بارانی که بیوقفه در حال بارش بود به خانه جلوگیری کند. پیشبینی جورج درست بود. به روز طوفان باعث افزایش دما شده بود و دیگر دمای هوا بالاتر از دمای انجماد بود. خسارات زیادی به بوته‌ها و درخت‌های خیابان اوشن وارد شده بود. وقتی جورج نگاهی هم به خیابان ایرلند جنوبی انداخت متوجه شد که آنجا هم به سهم خود کلی شاخه شکسته که روی سطح خیابان پخش شده‌اند. البته جورج دقیقاً متوجه شد که در خانه‌های اطراف نه پنجره‌ای شکسته نه آسیبی به ظاهر خانه رسیده بود. با خودش گفت واقعاً که فوق‌العاده است. تعمیر در و پنجره‌ها کار مشکل تری بود. جورج ابزار لازم برای تعویض دستگیره پنجره را نداشت. پس با کمک انبردست تکه‌های کج شده فلز را از روی چارچوب‌ها کند. بعد هم با میخ‌های بزرگ پنجره را به چارچوب میخ کرد و دشمنان نامرئی‌اش را به مبارزه طلبید. حرومزاده‌ها، ببینم میتونین این میخ‌ها رو هم در بیارین؟ قفل‌ها را در اتاق خیاطی و اتاق بازی باید کاملا از جا در میومد. جورج در زیر زمین مقداری تخته از جنس چوب صنوبر پیدا کرد که بسیار مناسب نیازش بود. در اتاقها به طرف سرسرا باز میشد. در نتیجه جورج تخته ها را به شکل مورب روی هر دو در میخ کرد. هر چیز اسرارآمیزی که در اتاقها بود دیگر راهی برای خروج نداشت. بالاخره جورج کوکیروس تلفن کرد و گفت که میخواهد بیاید و یک شب هم آنجا بماند. فقط یک اشکال وجود داشت. آن هم این بود که کوکیروس هیچ لوازمی به همراه نداشت و
مؤسسه این مراجعه وی را ملاقات غیر رسمی تلقی میکرد. او مجبور بود بدون داشتن امکانات کنترل دقیقی که لازمه ارزیابی علمی بود نتیجه گیری کنه. جورج به او گفت که مهم نیست، او فقط میخواهد مشخص شود اتفاقات عجیب و غریبی که در خانه میافتد نتیجه توهم او و کتی نیست. اوکیروس پرسید آیا هیچ احساسی آنجا بوده یا خیر، ولی جورج منظور او را از این اصطلاح نفهمید. محقق میدانی گفت وقتی بیاید خودش موضوع را بررسی خواهد کرد. قبل از اینکه جورج گوشی را بگذارد کوکیروس پرسید آیا در خانه سگ دارند یا نه. جورج گفت آنها هری را دارند که یک سگ نگهبان آموزش دیده است. کوکیروس گفت خیلی خوب شد، چون حیوانات به پدیده‌های روانی بسیار حساس هستند. جورج باز هم سردرگم شد، ولی حداقل مطمئن بود که دلیل ملموسی داشت حاکی از اینکه کمک در راه بود. ساعت 3 بعد از ظهر پدر رایان از اسقف نشین مرکز در راکویل خارج شد. کشیش اعظم در خصوص صحت عقلی پدر مانکوسو در مورد موضوع خانواده لوتز نگران بود، چون یکی از وظایف او نظارت بر کار کلیساهای محلی بود. فکر کرد این موقعیت مناسبی است برای سرکشی به اقامتگاه کشیش‌های لانگ آیلند. در اقامتگاه متوجه شد که حال کشیش ریشو از سومین حمله آنفولانزا طی 3 هفته اخیر رو به بهبود است. پدر رایان گفت می‌داند اسقف چه احترامی برای پدر مانکوسو به عنوان روحانی قائل است، ولی او می‌خواهد نظر پدر مانکوسو را بداند که آیا بیماری او می‌تواند جنبه روانتنی داشته باشد. آیا امکان دارد وضع روحی او سبب تشدید بیماریش باشد. پدر مانکوسو در مقام اعتراض گفت انسان معقولی است، ولی هنوز هم معتقد است که نیروی شیطانی قدرتمندی مسبب رنجوری او است و علاقه‌مند است توسط هر کس که مورد نظر کشیش اعظم باشد تحت آزمایش‌های روانشناختی قرار گیرد. کشیش اعظم دیگر از پدر مانکوسو نخواست که از خانه 112 خیابان اوشن دوری کند، ولی عنوان کرد که خود او باید در این مورد تصمیم بگیرد. پدر مانکوسو هم متعجب شد و هم ترسید. او می‌فهمید که در حال امتحان پس دادن است. اگر مسئولیت خانواده لوتز را به عهده می‌گرفت کشیش اعظم از او حمایت می‌کرد و اگر هم این کار را نمی‌کرد او را درک می‌کرد، ولی او به هیچ وجه قصد نداشت آنقدرها خود را در این موضوع دخیل کند. او به شدت تحت تاثیر مشکلات و نگرانی‌هایی بود که خانواده لوتز درگیرش بودند و به عنوان کشیش نمی‌توانست به بهانه نگرانی‌های شخصی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، ولی موضوع این بود که او به شدت می‌ترسید. عاقبت پدر مانکوسو گفت که پیش از هر گونه تصمیم گیری در مورد خانواده لوتز خودش میل دارم مستقیما با اسقف صحبت کنند. کشیش اعظم متوجه فوریت درخواست کشیش شد و گفت همان روز با موافق خود ملاقاتی خواهد داشت. همان شب هم با پدر مانکوسو تماس خواهد گرفت. حوالی ساعت 6 مادر کتی با او تماس گرفت تا بداند آیا آن شب را نزد او خواهد بود یا نه. کتی حس کرد باید پاسخ منفی بدهد. خانه هنوز به دلیل طوفان دیشب به هم ریخته بود و فردا هم کلی کار شستشو داشت که باید انجام میداد. علاوه بر آن دنی و کریس هم مدرسه داشتن. تا همینجا هم روزهای زیادی را از دست داده بودند. خانم کانرز با بیمیلی پذیرفت، ولی از کتی قول گرفت اگر اتفاق غیر عادی افتاد با او تماس بگیرد و اون نیز بیدرنگ جیمی را بفرستد دنبالشان. وقتی کتی گوشی را گذاشت
نظر جورج را راجع به اینکه آیا کار درستی کرده است یا نه جویا شد. جورج گفت میخواهد ریشش رو بکنم. قبل از اینکه بچه‌ها رو بخوابونی من با هری به تمام خونه سرکشی میکنم. کوکیروس گفت سگ‌ها به این جور چیزها خیلی حساسن. کتی پرسید مطمئنی اینجور دوباره عصبانیشون نمی کنی؟ خودت میدونی دفعه قبل که با صلیب دور خونه را افتادیم چطور شد؟ نه کتی، این دفعه فرق میکنه. من فقط میخوام ببینم شامه هری میتونه چیزی رو حس کنه یا نه. خب اگر تونست چی؟ اون وقت چه کار میکنی؟ هری هنوز خوی تهاجمی داشت و لازم بود قلاده به گردنش باشد. بسیار قوی بود و جورج مجبور بود او را محکم نگه دارد تا خودش را نکشد. به هری گفت بزن بریم پسر، بو بکش و یه چیزی رو برام پیدا کن. با هم به زیر زمین رفتن. جورج قلاده هری رو باز کرد و حیوان به جلو خیز برداشت. دور تا دور زیر زمین راه میرفت و بو میکشید. بعضی وقتها به نقاطی زیر دیوارهای پنجره چنگ میکشید. کمی بعد به گنجه‌ای رسید که اتاق مخفی را میپوشاند. پایین دیوار تخته‌ای را بو کرد. دمش را گذاشت لای پایش و خودش را جمع کرد. هری شروع کرد به زوزه کشیدن و سرش را به طرف جورج برگرداند. جورج گفت چیه هری؟ بویی به مشامت خورد. زوزه‌های هری وحشت زده تر شد و شروع کرد به عقب خزیدن. بعد هم پشتش را به جورج کرد. ایستاد و ناگهان از پله‌های زیرزمین بالا دوید. همانجا ایستاده بود و میلرزید تا اینکه جورج آمد و در را برایش باز کرد. کتی پرسید چی شد؟ جورج گفت هری میترسه به اون اتاق مخفی نزدیک بشه. جورج بدون اینکه دوباره قلاده را به گردن هری ببنده او را به آشپزخانه، اتاق نشیمن و راهرو برد. حیوان 2 مرتبه روحیش را به دست آورد و با چالاکی مشغول بو کشیدن شد، ولی وقتی جورج سعی کرد او را به طبقه بالا ببرد جلوی همان پله اول خود را عقب کشید. جورج او را ترغیب کرد که بیا دیگه، چت شده؟ هری یک پایش را روی پله اول گذاشت ولی دیگر جلوتر نرفت. دنی داد زد من میتونم ببرمش بالا بابا، اون دنبال من میاد. بعد هم رفت جلوی هری و به او اشاره کرد. جورج گفت نه دنی تو همینجا بمون، من خودم میدونم با هری چی کار کنم. بعد هم حلقه‌ای را که به گردن هری بود گرفت و او را کشید. حیوان با بیمیلی حرکت کرد و به سرعت از پله‌ها بالا رفت. هر دو اتاق خواب و اتاق رختکن را به هیچ مشکلی گشت، ولی وقتی به اتاق میسی رسید برگشت عقب. جورج از عقب او را هل داد ولی فایده‌ای نداشت. او وارد اتاق نشد. جلوی اتاق خیاطی هم که با تخته میخکوبی شده بود هری همین رفتار را از خود نشان داد. در حالی که زوزه میکشید و میلرزید سعی میکرد خودش را پشت جورج مخفی کنه. جورج گفت لعنتی کسی اونجا نیست، از چی میترسی؟ هری که به اتاق پسرها در طبقه 3 رسید پرید روی تخت کریس. جورج او را پایین آورد و از اتاق بیرون کرد. او هم بدون اینکه حتی نگاهی به اتاق بازی کنه خود را به راه پله رساند و پایین دوید و آنقدر سریع رفت که جورج به او نرسید. جورج پشت سر او پایین آمد. کتی پرسید چی شد؟ جورج گفت هیچی نشد. هیچی نشد. پدر مانکوسو قرار خودش را با منشی اسقف قطعی کرد. اسقف خودش هم شخصا تماس گرفت و گفت که اگر حال او آنقدر بهتر شده که بتونه مسافرت کنه باید فردا صبح در اسقف نشین مرکز راکویل باشد. پدر مانکوسو گفت که پیمودن این مسیر فقط 15 دقیقه طول میکشه و او هم دیگر تب نداره. با وجودی که پیشبینی‌های حاکی از وزش بادها شدید بود، هواشناسی اعلام کرده بود دمای هوا
بالاتر از نقطه انجماد خواهد بود. پدر مانکوسو به منشی اسقف گفت که به نظر میرسه بتونه فردا صبح آنجا باشه. در خانه خانواده لوتس با اتمام روز همه خانواده در اتاق خواب اصلی بودن. بچه‌ها روی تخت و جورج و کتی روی صندلی کنار پنجره شکسته. اتاق بیش از حد گرم بود. چشم همه‌شان شروع کرده بود به سوزش. جورج و کتی آن را به حساب خستگی مفرط گذاشته بودند. بعد یکی یکی خوابشان برد. اول میسی، بعد کریس، دنی و کتی، آخر هم جورج. ظرف 10 دقیقه هر 5 نفر به خواب عمیق فرو رفتند. ولی چیزی نگذشت که جورج در حالی که همسرش به شدت او را تکان میداد از خواب پرید. کتی و بچه‌ها با چشم گریان کنار صندلی او ایستاده بودند. منمن کنان و خوابالود گفت چی شده؟ کتی گفت جورج تو داشتی جیغ میزدی و ما نمیتونستیم بیدارت کنیم. میسی هم گریه کنان گفت آره بابا تو مامان رو هم گریه انداختی. جورج به طور کامل بیدار نشده بود و احساس میکرد چیز خور شده است و سرش گیج میرفت. پرسید کتی من به تو صدمه هم زدم؟ کتی گفت اوه نه عزیزم، دست هم به من نزدی. خب پس چی شد؟ همش داد میزدی دارم تکه تکه میشم. ما هم نمیتونستیم بیدارت کنیم. 12 ژانویه. جورج متوجه نمیشد چرا کتی میگفت که او فریاد میزده دارم تکه تکه میشم، در حالی که دقیقا میدونست آنچه گفته بود این بود دارم از هم وا میرم. یادش آمد روی صندلی نشسته بود و که ناگهان احساس کرد نیروی فوق‌العاده‌ای صندلی را که رویش نشسته بود بلند کرد و به آهستگی چرخاند. جورج که قدرت تکان خوردن نداشت همان پیکره کلاه سری را دید که اولین بار در آتش شومینه دیده بودند. در حالی که با صورت نیمه متلاشی به او نگاه میکرد کم کم چهره به شدت در داغون آن موجود واضح و واضح تر میشد. جورج فریاد زد خدایا کمکم کن. بعد چهره خودش را دید که از زیر کلاه سفید بیرون اومد. چهرهش 2 تکه شده و فریاد زد دارم از هم وا میرم. در همان حالت منگی شروع به جر و بحث با کتی کرد. خودم میدونم چی گفتم، لازم نیست به من بگی چی گفتم. بقیه عقب نشینی کردن. کتی با خود گفت حتما هنوز خواب است و کابوس میبینه. با ملایمت گفت راست میگی جورج، تو اون حرفا رو نگفتی. بعد هم سر او را به سینه‌اش چسباند. میسی پرید در وسط حرفشان و گفت بابا بیا به اتاق من، جودی میگه میخواد باهات حرف بزنه. لحن سراسیمه دخترش طلسم را شکست. جورج ناگهان از جا پرید و تقریبا کتی را پرت کرد کنار. جودی دیگه کیه؟ کتی گفت دوستشه. من که بهت گفتم برای خودش دوستای خیالی میسازه، تو نمیتونی جودی رو ببینی. میسی معترضانه گفت مامان من همیشه میبینمش، او بزرگترین خوکیه که تا به حال دیدی. بعد هم از اتاق خارج شد و رفت. جورج و کتی نگاهی به یکدیگر کردند. جورج گفت خوک؟ بعد هر دو بهت زده گفتن خوک تو اتاقشه؟ جورج فریاد زد تو پسرها همینجا بمونی و خودش به دنبال میسی دوید. میسی داشت میرفت روی تختش که جورج به آستانه اتاق رسید. جودی یا چیزی شبیه خوک به چشمش نخورد. از میسی پرسید جودی کجاست؟ دختر کوچولو در حالی که پتو رو روش میکشید گفت الان برمیگرده، 1 دقیقه بیرون کار داشت. جورج نفسش را بیرون داد. بعد از کابوس عجیب آن هیولای کلاه به سر با شنیدن اسم خوک انتظار بدترین چیزها را داشت. گردنش خشک شده بود و سعی میکرد با چرخاندن سرش به این طرف و آن طرف گرفتگی آن را برطرف کنه. خطاب به کتی داد زد همه چی مرتبه، جودی اینجا نیست. اونها شش بابا. جورج نگاهی به میسی کرد که یکی از پنجره ها را نشان میداد. با نگاهش مسیر انگشت او را تعقیب کرد.
یک جفت چشم سرخ آتشین درست مثل چشمان ریز و زننده خود از پشت شیشه پنجره به او خیره شده بود. میسی داد زد: اون جودیه، میخواد بیاد تو. چیزی به سرعت از سمت چپ جورج عبور کرد. کتی بود که با صدای غیر طبیعی فریاد زد. در حالی که به طرف پنجره میدوید، یکی از صندلی‌های اسباب بازی میسی را بلند کرد و به طرف اون دوتا چشم پرتاب کرد. شیشه خرد شد و تکه‌های آن روی خودش پاشید. صدای زوزه ناشی از درد یک حیوان و جیغی بلند به گوش رسید و چشم‌ها ناپدید شدند. جورج دوید کنار پنجره شکسته و بیرون را نگاه کرد. چیزی آن پایین نبود، ولی صدای جیغ هنوز ادامه داشت و به نظر می‌رسید که به طرف پارکینگ قایق میره. حق گریه کتی متوجه جورج را جلب کرد. برگشت و به طرف همسرش. چهره کتی وحشت زده بود. از چشمانش جنون میبارید و دهانش قفل شده بود. سعی میکرد کلماتی را که انگار در گلویش محبوس شده بود بیرون بریزه. عاقبت با صدای ناله مانند بود گفت: اون تمام مدت اینجا بوده. باید میکشتمش. سپس قامتش خمیده شد. جورج او را در آغوش گرفت و از زمین بلند کرد. در حالی که دنی و کریس به دنبالش می آمدن او را به اتاق خواب برد. فقط کریس متوجه شد که میسی کنار پنجره رفت و دست تکان میده. میسی تا وقتی جورج او را صدا زد تا به اتاق خواب خودشان بیاید همونجا ایستاده بود. خب عزیزای دلم، اینم از قسمت دیگه ای از داستان وحشت در آمیتیوی. امیدوارم تا اینجای داستان خوشتون اومد باشه. تا بقیه داستان، تا قسمت بعد داستان، خدا یار و نگهدارتون باشه. خدا حافظ.